به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، امروز درباره بازگشت اپوزیسیونر روس الکسی ناوالنی به کشورش صحبت خواهیم کرد. اینچنین یک تحلیل درباره وضعیت روسیه و تاجیکستان خواهیم داشت و موضوع خیلی مهمه که امروز در جامعه ما و نه تنها در کشور ما بلکه در سابق شوروی بحث و بررسی می شود. آیا بازگشت ناوالنی بر روسیه تأثیر در داخل روسیه و در منطقه خواهد داشت و آیا میتوان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی و یا سابق شوروی به مثل این گونه حالت را در آینده یا داشت یا در گذشته ما داشتیم یا نه؟ یک تحلیل کوتاهی خواهیم کرد. پیش از همه باید گفت که من شخصا الکسی ناوالنی رو یک شخص بسیار جسور، یک سیاستمدار جسور، بی‌باک و دارای دیدگاه روشن میشناسم و میدانم که هر قدم خود را با حساب و کتاب میبردارد و بازگشت اخیر او از آلمان به روسیه هم این یک اقدام بسیار جسورانه، آگاهانه و همزمان با حساب و کتاب های مشخصی سیاسی بود. ما باید این حادثه را خیلی عمیق باید تحلیل کنیم، بیاموزیم و ببینیم که آیا در کشورهای سابق شوروی و غیر از روسیه و بخصوص در آسیای مرکزی و باز هم یعنی اگر محدودتر صحبت کنیم در تاجیکستان ما آیا در آینده نزدیک امکان دارد یا نه؟ اگر امکان دارد با چی شکل و اگر امکان ندارد برای چی؟ من میخواستم اینجا تحلیل را در دو بعد یا در دو زاویه بکنم، زیرا یکی این بعد بین المللی هست و دیگری داخلی. اگر شما اهمیت داده باشد، بلافاصله بعد از اعلان ناوالنی که روز 17 ژانویه به روسیه برمیگردد، تمام کارشناسان، سیاستمداران، رسانه‌ها این سوال را به خود میدادند که اگر ناوالنی بازگشت تقدیر او چی خواهد شد؟ آیا پوتین او را حبس میکند یا او میتواند در منزلش باشد؟ و همه معلوم بود که ناوالنی را الکی قبل از آن که برگردد اعلان کردند که اون حکم دادگاهی که به شرطی بود، به اصطلاح اصلاح نبود، اون را تبدیل دادن به حکم واقعی و برابر وارد شدن به روسیه او بازداشت خواهد شد. ولی با وجود این هم ناوالنی گفت که من برمیگردم. من فکر میکنم یک قدم بسیار حساب شده بود و ناوالنی سیاستمداری نیست که نداند برای چی کار رفته ایستاده است. بعد از آن که ناوالنی برگشت و او را در فرودگاه شرمیتو بازداشت کردند، روز دیگر تمام رسانه‌های جهان، من یک نگاهی کردم به سایت‌ها، هم گاردین، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، رسانه‌های معروف آلمانی در اینجا و تلویزیون ها در سرخط اول، در تیتر اول، در صفحه اول فقط عکس ناوالنی و پوتین، اینچنین حالتهای بازداشتی او بود. و هنوز قبل از آن که ناوالنی به روسیه، به آلمان آورده شود، شما میدونید که چگونه اژیتاژ و چگونه هنگامه بین المللی درباره زهرالود کردن او یا تلاش قتل او با وجود آمد. حتی خود خانم مرکل هواپیما فرستاد، او را آوردن به آلمان، طبابت کردند و خود مرکل هم رفت به عیادت او و ناوالنی از یک چهره داخلی روسیگی تبدیل شده بود الکی به یک شخصیت بین المللی. باید یک نکته رو بسیار اینجا اهمیت بدیم دوستان که بله، خود ناوالنی یک شخصیت واقعا فوق العاده هست، در این شک نیست، اما اگر پوتین نمی بود، اگر روسیه بزرگ نمی بود با اون همه حجم و مساحتش و اون رقابت‌های ژئوپلیتیکی بین کشورهای غربی و روسیه نمی بود، مطمئن یقینا که ناوالنی تقدیر دیگر اپوزیسیونر روس را که قبل از برخورد یا تنش‌های بین پوتین و غرب صورت گرفته بود، مثل کاسپاروف، خودورکوفسکی و دیگران تکرار میکرد، یا مثل اپوزیسیونرهای آسیای مرکزی میشد که مناسبت غرب با آنها کاملا فرق میکند. وقتی که کشورهای غربی میآیند از یک اپوزیسیونر پشتیبانی میکنند در کشورهای دیکتاتوری، باید حتما این را در نظر گرفت که این وابسته به آن است که اون کشور چقدر برای غرب اهمیت دارد. برای مثال اگر اپوزیسیون روسیه باشد، ترکیه باشد، ایران باشد، چین باشد یا
حتی بلاروس این کشورها باشد برای غرب این اهمیتی بیشتر دارد. اما اپوزیسیای آسیای مرکزی، کشورهای مثل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان یا کشورهای عربی دیگری خرد هم که اونها هم دیگر بالاخره این گونه حالات را دارند، چون منفعت‌های استراتژی کشورهای غربی در اونجا زیاد نیست، با اون حجمی برخورد با این مسئله ها در کشورهای غربی احساس نمی شود. بنابر همین ناوالنی خیلی آگاهانه میدانست که اگر او برگردد و حادثه به او رخ بدهد او را بازداشت کنند، حتما سر و صدای در جهان برپا خواهد شد که دقیقا همین طور هم شد. نه تنها رسانه ها نوشتند، بلکه حتی مثلا مشاور بایدن واکنش نشان داد، سروزیرها، وزارت کارهای خارجی چندین کشور واکنش ها نشان دادن و حتما این واکنش ها ادامه خواهد داد. پس میتوان گفت که بازگشت ناوالنی نه تنها یک اقدام آگاهانه بود، از نگاه من یک اقدام درست هم بود، زیرا وضعیت بین المللی کاملا به نفع ناوالنی و بر ضرر پوتین است. اما وضع داخلی روسیه را ببینیم. در روسیه هم تقریبا 10 سال می شود که مردم روس قدم به قدم بیدار شدند و حتی سال 2013 وقتی که ناوالنی را باری اول حبس کردند، طرفدارانش آمدند او را فشار آوردند تا اینکه از بازداشتگاه رها کردند و مردم روسیه چه بلوک لیبرال دموکراتی که تنها ناوالنی نیست، در اونجا برای مثال دیگر شخصیت ها هستند، از طرفداران نیمچوف، از حزب یابلوکو و این چونین به اصطلاح فرانت چپ یا لوی فرانت که در اونجا سابق کمونیست ها و شخصیت های مثل شفچنکو، اودالتسوف و اینها با هم جمع شدن. اینها واقعا توانستن یک فضای خیلی هم اعتراضی را علیه پوتین در داخل روسیه با وجود بیارند و بعدا یادمون نرود که روسیه درست است که یک کشور دیکتاتوری هست، اما با اون حدی کشورهای آسیایی دیکتاتور نیست که در اونجا رسانه‌های نیم مستقل فعالیت نکنند. برای مثال تلکانال داشت شبانه روزی 24 ساعت از فعالیت‌های ناوالنی، از حبس او، بازداشت او، از پیشواز او گزارش پخش میکرد و حکومت روسیه او را آنها را محدود نکرده بود. پس این فضای بین المللی و داخلی 100% به نفع بازگشت ناوالنی بود و ناوالنی هم این را خوب استفاده کرد و من مطمئنم که بردهای سیاسی زیاده در پیش خواهد بود و احتمال دارد که ناوالنی حالا معلوم نیست که 3 روز میشیند، یکم سال با او مهلت میتیم برای زندان، حتما از زندان پیروز بیرون خواهد آمد، حتی شاید که قبل از برآمدنش در روسیه هم یکم تغییرات شود. اما سوال اینجا است که چرا در آسیای مرکزی این اتفاق نمیافتد؟ ما وقتی که موضوع را تحلیل میکنیم یادمون نرود چند حادثه را تحلیل کنیم. یک نفر بود با نام بوریس شاهمرادوف، سابق وزیر کارهای خارجی ترکمنستان، که او هم وقتی گفتن که چرا از بیرون مبارزه میبری، بیا به داخل و مبارزه را در اینجا شروع کن، برگشت به ترکمنستان و بعد که او را حبس کردن تا این روز اصلا از او هیچ پی نیست. آیا کشته شد؟ چون زندانش کردن، از زندان دیگر هیچ کس او را ندید. در زندان است، مرده است، زنده است، نه مردم ترکمنستان میداند، نه جامعه جهانی میداند و اصلا هیچ کس سراغ هم نمیکند. یعنی ببینید که فرق بین بوریس شاهمرادوف و ناوالنی را که او سابق وزیر کارهای خارجی بود، دیپلمات‌های جهانی میشناختند، ناوالنی یک بلاگر بود و اصلا حزب هم ندارد. اما چون روسیه اهمیت دارد، پوتین اهمیت دارد، توجه به اینجا دیگر است. اما ترکمنستان که به هیچ کس در کار نیست، سابق وزیر کارهای خارجی هم که رهبر اپوزیسیون بود به داخل کشور برگشت و غیب هم زد، کسی از او سراغ نمیکند. برگردیم به قضیه خود تاجیکستان. مگر ما ناوالنی خود را نداشتیم؟ مگر زید سعیدوف بعد این همه حرفا که برگرد، اگر بیگناه هستی در درون مبارزه بر، بیا خودت را اثبات کن، زید هم برگشت مثل ناوالنی. اما متاسفانه زید سعیدوف فراموش کرد که تاجیکستان روسیه نیست. اهمیت تاجیکستان در سطح جهانی به مثل روسیه نیست که کسی صدا بلند کند. زید هم در خارج بود، در فرانسه بود، برگشت به داخل کشور، او را زندانی کردن. شاید یگان مقاله، شاید یگان چند خبر کوتاه در رسانه‌های غربی شده باشد،
اما ندیدیم که یگان رهبری کشور، یگان وزیر و یگان رسانه قوی در صحیفه اولش مثل که نوالی رو کردن درباره زید سیدوف گفته باشد. اما زید سیدوف جسارت نشان داد، قهرمانی نشان داد و خواست اثبات کند که بیگناه است و این چنین به حرفی کسانی گوش داد که میگفتند بیا به داخل کشور مبارزه رو از اینجا بر، ما در پهلوت هستیم. من همون زمان هم به این دعواها شک داشتم. یادم هست وقتی که زید در پاریژ بود و خبر شدم که برمیگردد، من در مراکا بودم همون شب روز، زنگ زدم پیداش نکردم و برادر شمس‌الدین سیدوف رو که در آلمان بود خواهش کردم که برود پاریژ و زید رو پیدا کند، چون معلومات های ما داریم، تحلیل های داریم، باید زید بر نگردد نابسته از اون که کی چی میگوید، چی وعده میدهد. و زید گفت که بله در این فکر است که حالا فعلا منتظر باشد در خارج. اما در همون روز آخر چی اتفاق افتاد؟ بعداً فهمیدیم که در سطح وزیر رئیس کمیته امنیتی ملی با او وعده داده است که برگردد، خودش پیشواز میگیرد و یگان کاری نخواهد شد و دیگر دوستان سابق وزیرها دوستانش تاثیر رساندن. و وقتی که من دوباره زنگ زدم گفتن که الکی از پاریژ فرانکفورت پرواز کرده است و دیگر تلفن رو نمیگیرد و شاید از اونجا پرواز کند. متاسفانه رفت و بازداشتم شد. وقتی که من با یتیموف قبل از هجرت صحبت کردم مسئله زید رو برداشتم، چون یک وعده های خشک خالی میخواست مرا بدهد و آرام کند که هیچ گپ نمیشود و حزب را نمیبندند و یک کمی فشار میارند و به همین تمام. من گفتم همین وعده رو به زید هم دادید، زید رو چیکار کردید شما؟ میدونید چی گفت؟ گفت که بله ما متاسفانه همین خیر شد ولی من حالا با زید هر ماه چند کتاب میفرستم که در زندان زیق نشود. یعنی ببینید یک انسانی که وعده داد که هیچ کار نمیکند، زید رو زندانی کردن، حالا برای پوشاندن گناه خود یا سبک کردن درد وجدان میگوید که من ماه چند کتاب به زید میفرستم. یعنی این جوانمردی و این قانون محوری حکومت تاجیکستان است. اما طبیعی است که در کشورهای دیگر که تحت نظارت شدید هستند وضعیت فرق میکند. دقیقا در همین وضعیت من خودم سال 2015 بودم وقتی که بیرون رفتم و در داخل پروکراتور گنرالی پرونده جنایی باز کرد. اعلان کردن در خبرگزاری خاور و در روزنامه جمهوریت که علیه من پرونده جنایتی باز شده است. یعنی پرونده جنایی باز شده است. طبق قانون من که برگشتم در فرودگاه باید که حبس شوم و این سوال بود که آیا برگردم در خارج بیستم. و این بحثی ما در داخل حزب تقریبا 6 ماه طول کشید و بالاخره تصمیم بر این شد در شورای سیاسی که من در خارج کشور باقی بمانم. هنوز همون سالها تا امروز هم بسیاری ها، حالا هم بعضی ها با صمیمانه، بعضی ها با کنایه، بعضی ها با طور پرووکاسیونی سوال میگذارند که چرا برنگشتی در پهلوی هم حزبیان ایستادی؟ چرا اگر بیگناه بودی برمیگشتی اثبات میکردی در داخل کشور که گناهی نداری؟ من فکر میکنم که بالاخره عقل دست جمعانه همیشه پیروز است و تصمیم ما اگرچه تصمیم دشوار بود تصمیم درستی بود است. در شرایط تاجیکستان، در شرایط آسیای مرکزی مبارزه از داخل زندان امکان ندارد. این آفریقای جنوبی نیست که نیلسون ماندلا 26 سال در زندان نشست و از داخل زندان هم اون شرایط بود که فعالیت کند. در تاجیکستان اگر زندانی شدی مثل محمد روزی اسکندروف که زندانی شد، حزب دیگر کاملا از فعالیت باز ماند، یک حزب لختکی شد. مثل زید سیدوف، مثل بزرگمهر، محمد علی، سید عمر که اونها دیگر هیچ کاری کرده نمیتوانند. این زندان های تاجیکستان زندان روسیه و زندان آفریقای جنوبی و کشورهای دیگر در اونجا نیست. در اونجا انسان شکسته می شود، از حتی نه اینکه از مبارزه، احتمال دارد بعضا از انسانیت هم دست بکشد دیگر. بنابراین همین در شرایط آسیای مرکزی بخصوص در تاجیکستان مبارزه از خارج برای اصلاح وضع در این شب و روز بهتر است. اما این چقدر دوام میکند؟ این به معنی آن نیست که باید که مبارزه یک عمر از خارج باشد. نه، حتما 100% باید که مبارزین به داخل کشور برگردند و اون تغییرات را از داخل انجام بدهند. اما کی و چگونه اینش را خداوند میداند. این وابسته است به آمادگی ملت، این وابسته است به آن که ما چقدر برنامه هایمان طبق نقشه قدم به قدم پیش رفته ایستاده است.
من به این باور هستم، به این اعتقاد هستم که این راهی که الان مبارزین پیش گرفتند و تقریبا 1 سال می شود با یک تمپی بسیار هم خوب پیش رفته ایستاده است. اگر یک مدت دیگر ادامه پیدا کند تحت تاثیر چندین عامل، اون شرایط برای بازگشت مبارزین، یک قسمشون به داخل کشور، برای راه اندازی یک تغییرات جدی فرا خواهد رسید. و 1 سال پیش، 2 سال پیش ما وضعیت تماما دیگر داشتیم. مطمئن باشید اگر در داخل روسیه طرفداران نوالنی به پیشواز اون نمی آمدند که تا امروز، چند روز گذشته است، تا امروز هنوز هم ادامه دارد و احتمال دارد که روز به روز بیشتر شود. اگر در داخل تاجیکستان همین وضعیت شکل بگیرد، با وجود بیاد، من مطمئنم که 10 نفر از مبارزین، از آن جمله مبارزین سطح اول، بلافاصله به داخل کشور خواهند برگشت. اگر در پهلوی زید وقتی که بازگشت و بازداشت شد تنها خانواده‌اش نه، تمام اون نفرانی که دست در سینه زدن که زید بیاد ما در پهلویش هستیم، اگر اونها می ایستادن، اگر در پهلوی دیگر مبارزین در داخل کشور جوان مردان پیدا می شد که می ایستادن، من مطمئنم که در تاجیکستان یک نوالنی نه، 10 نوالنی پیدا می شود. ایشان نورالدین جان وقتی که صحبت های آزاد میکرد، هزارها نفر خود را مرید او میگفتند، اما وقتی که دادگاه شد برای به محکمه کشیدن ایشان نورالدین جان را، چند نفر جز یک چند عدد دیگر هیچ کس به دادگاه حاضر نشد. کجا شدن اون نفرانی که میگفتند ما در پهلوی ایشان نورالدین جان هستیم؟ وقتی که مرا به دادگاه کشیدن برای حمایت از درخت‌های شهر دوشنبه، شهردار اون وقت دوشنبه مرا با دادگاه کشید که من دپوتات مجلس نمایندگان بودم. اصلا در دنیا نشده است که دپوتات را برای برآمدش در پارلمان به دادگاه بکشند و حکم صادر شود. نه تنها مردم نآمد، بلکه همون سازمان‌های اکولوژی هم که وظیفه جانیشان حمایت از اکولوژی شهر دوشنبه، از درخت و گلزارهای شهر دوشنبه بود و من به خاطر اکولوژی شهر دوشنبه در پارلمان صدا بلند کردم و مرا خواستن جزا بدهند که حکمم صادر شد. یگان سازمان، یگان نفر در دادگاه حاضر نشد بیاد بگوید که من برای دوشنبه هم، برای درختان دوشنبه میخوام در پهلوی شما باشم، نه برای یگان مسئله سیاسی. پس تا اون وقتی که مردم آماده نشده است، مردم از حقوق خود دفاع کردن رو نمی آموزد، مردم جسارت ندارد، رفتن یک سیاستمدار به داخل کشور جز زندانی شدن و جز قطع مبارزه چیزی دیگری نیست. انشاءالله این روندی که رفته ایستاده است، مردم روز به روز جسورتر شده ایستادن، مردم روز به روز بیدار شده ایستادن و حتما مطمئن باشد که دیر نیست آن روز که مبارزین به وطن خواهند برگشت و در یک جایه، در یک مبارزه بسیار هم قوی ملی، ما کشور و وطن خود را از این ظلم و از این ستم آزاد خواهیم کرد. خداوند اون روز را برای ملت ما زودتر بیارد و تا صحبت‌های بعدی شما را به پروردگار می‌سپارم.